مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز دوم ایول با نشر یک اظهارات علایده گفت انورزاده اسلام کبیر نام شهروند 33 ساله تاجیکستان که روز 29 ایون برای تعقیب یک ماشین در شورای حلقه‌وار نقلیاتی مسکو دستگیر شد، تنها امنام سابق معاون پروکورور نویه فردوسی شهر دوشنبه اسلام انورزاده است. دادستانی گفت وقتهای آخر در مطبوعات داخل و خارج درباره صدمه نقلیاتی روز 29 ایون با اشتراک شهروند جمهوری تاجیکستان در نکات معلومات مختلف به نشر می رسد. بخصوص در آنها گفته می شود که صدمه نقلیاتی با اشتراک و عیب شهروند انورزاده اسلام که سابق معاون پروکورور نویه فردوسی شهر دوشنبه بوده در پایتخت جمهوری تاجیکستان نیز در صدمه نقلیاتی مرگاور اشتراک نموده بود رخ داده است. قید کردن ضرور است که در صدمه نقلیاتی در حدود فدراسیای روسیه رخ داده در واقع شهروند جمهوری تاجیکستان انورزاده اسلام کبیر همنام انورزاده اسلام دوم ایون سال 1988 سال تولدش اشتراک نموده در مقامات پروکراتوره کار نمی کند و با کارمند سابق آن انورزاده اسلام ارتباطی ندارد تاکید کرده است مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در بیانیه‌اش. رسانه‌های مسکو نوشتند که یکی از این رانندگان معاون سابق دادستانی نویه فردوسی شهر دوشنبه اسلام انورزاده است که سال گذشته با عیب او آوازخوان مشهور تاجیک بهرام غفورزاده در صدمه در مرکز دوشنبه به هلاکت رسید. ماه مارت سال 2021 دادستانی کل تاجیکستان به دلیل در خارج کشور در طبابت قرار داشتن گمانبرشونده اساسی یعنی اسلام انورزاده تفتیش این پرونده را بازداشت. بسیاری‌ها بر اینند که پدر پرنفوذ یاور پروکورور رهبر کارخانه نساجی دوشنبه انور قربانوف پسرش را به خارجه فرستاده با این راه از جوابگری جنایتی خلاص کرده است. ولی رسانه‌های روسیه بجز از اسم گمانبرشونده که نیز اسلام انورزاده است دلیل دیگری آوردن نتوانستند. برخی دلیل‌ها از جمله فرق سن و سال آنها دلیل معاون سابق پروکورور بودن گناهکار صدمه در مسکو را رد می‌کرد. قرار معلوم اسلام انورزاده معاون پروکورور سال 1991 به دنیا آمده 30 سال دارد ولی اسلام انورزاده در مسکو دستگیر شده در گزارش‌ها 33 ساله گفته می شود. یادآور می شویم روز 30 میلیون در اینترنت ویدیوی لحظه یک ماشین رنگش سیاه تمغه شورلت را با دو ماشین تمغه کیا ریو تعقیب کردن دو راننده تاجیک در مکات شورای گردوگرد شهر مسکو نشر شد. لحظه های تعقیب به بازی GTA خیلی شباهت داشت. بنا به اطلاع رسانه‌های مسکو در پشت فرمان شورله نیکیتا نام یک ساکن 29 ساله مسکو حرکت میکرد و در دو ماشین کیا ولی نرزولویف 34 ساله و اسلام انورزاده 33 ساله از تاجیکستان. بنا به گزارش‌ها به ضد آنها 5 پروتکل مأموری ترتیب داده همچنین با اتهام قصداً از حیثیت افباشی خراب کردن مال و ملک غیر پرونده جنایتی گشودند.